درود به نامی حق و بر حق و الحق و حق تعالی. خب ما ادامه صحبت هایی رو داشته باشیم تا بتونیم یه چند تا ویدیویی داشته باشیم که به مسائل ساخته و پرداخته و گداخته باشه و به یه حد نصابی هم برسه که بتونیم تونسته باشیم یه حرفهایی رو هم زده باشیم. صحبت ما در جاهای دیگر در مورد بحث چیروکی ها یا چالش شوالیه سیانه که بشنویم، چالش امپراتوری بهش میگیم چیروکی. یعنی ما در دور اطرافمون و در جاهایی که هستیم سوال میپرسیم، میگن آقا مشکل هست، یکی داد میزنه، یکی هوار میزنه، دولت میگه من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود، اون میگه آقا این نبود اون بود، میگه این یکی نبود اون بود و مثال ها و صحبت هایی رو هر کس میاره و ما گفتیم که ماتریکس از هر چیزی چرا میگم داخلش گفته میشه حواست باشه که ماتریکس از هر صحبت از هر حرفی به عنوان سلاح علیه تو استفاده میکنه. ولی در جنگ چیروکی سلاح ملاح نداره، میگه اینجا یه جای کارت میلنگه است، یعنی موضوع حل نمیشه یه سری چیزا هست موضوع حل شدنی هست، یعنی راه داره، مگر اینکه دنبال زبل بازی ها، بازیگری ها یا مشق بازی ها هستیم. وقتش که میشه هر چیزی در سیستم زمین یه راه حلی میتونه داشته باشه. به چه شکل؟ ما سازه های بلند بلند ساختیم، شهرسازی ها شده، هر چیزی رو یه به شکلهایی در گند و کثافتکاری تونستی راه حلی پیدا کنی ببری جلو. ولی من صحبتی که کردم گفتم آقا وقتش که میشه جنگل هوشمند، نه انسانیت و آدمیت، جنگل هوشمند. اینجا اونجا نداره، هر جا میشه جنگل هوشمند. جنگل هوشمند میفهمی یعنی چی؟ تمام جک جونور بیا بالا دست و پا بده بهشون، هر کدوم رو میره چیکار میشه؟ دست به سینه میشینه یه کاری میکنه. ولی سر وقتش که میخوایم صحبت کنیم در مورد موضوعات مختلف، مثالی است، میشه مثال میمان. میمون میدونی یعنی چی؟ قصه شو دارم میگم، میشه میمون. میمون داستانش چی؟ خب شمایی که مثلا فلان میکنی آقا، داری انتقاد میکنی، اینجا مثلا رفته اید یک چوب را یا جا به جا کنی، آقا این میشه این حرفا، این میشه کلیشه، این میشه حرفای کلیشه ای. آقای عزیز، دوست عزیز، در هر کجا هستی، در هر ارگانی هستی، در هر اپوزیسیونی هستی، در هر جاده ای هستی، طرف نمیتواند یک فندک را بلند کند بگذارد اینجوری که آقا این میشه حرف کلیشه ای. جنگ چیروکی این نیست. جنگ چالش چیروکی امپراتوری این میشه چی؟ احساس گناه بده، حکومت کن و نمیدونم مسیرتو ببر جلو. نه تنها اینجا، علل خصوص کشورهای غربی، اینجا هر جا این میشه احساس گناه بده و حکومت کن. مگه یه عده هم آخه هستن بله نظرهای الکی خوش در میکنه، خب بله ما کار نداریم چون گوش میدی نظر الکی میده. قصه ای که ما توضیح میدیم میگیم آقا وقتش که میشه جنگل دوپاست، جنگل موجود هوشمنده. در سر وقتش جنگل موجود هوشمند، آقا ما دست داریم پا داریم، میمون هم دست و پا داره، درسته؟ ولی سیستم میمون میدونستی چقدر اتفاق، میمون باهوش نیست، هوشیار نیست، ولی دست و پا و صورت بده بتونه داخل جامعه یه ذره حرکت بکنه، تعدادی باشه، همه اونا صورت و قیافه داشته باشه، حرف بزنه، چه اتفاقی میفته؟ دیدی بعضی از این میمونا چه حرکتایی میکنه و نوشابره میخوره پرت میکنه اونور، مثلا هرر میخندن یا لغت میزنه به موتوره میفته، مثل فیلم ها، مثل بسیاری از این کلیپ هایی که درست میشه مثال میمون.
آقایون، خانوم ها، عزیزان، ما میمونیم. میمون میشنوه قصهش چی میشه؟ میمون بازی. این حرکت رو میگن بهش میمنت و میمون بازی، میمن بازی، میمون کاری، میمون جایی، میمون هوایی، رو حساب میمون حرف زدن. یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. میفهمی؟ میشه میمان. شما مثال میمونیه. میدونستی در عوض میمون چقدر قدرت داره در جامعه؟ توزیع به قول معروف ماتریکسیش میشه. توزیع ماتریکسی میمون میدونستی در سیستم تاج و تخت چه قدرت جهنمی داره ولی هیچ قدرتی نداره؟ مثالش مثال اژدهاه. ما خر شیشتانگ و سیستم خر شیشتانگ رو توضیح دادیم. قصه خر شیشتانگ چیه؟ یک سیستم هست، سیستم خدایی هست و چجوری سیستمش عمل میکنه. چون فرمان روا هست، اون اونجا میشینه تا فرمان روا دخمه شیطانه و فرمان روا جایگاه مدعیه و دخمه شیاطین هست. اینا رو همه رو توضیح دادیم. ولی میمان در بازی تاج و تختی که هستش مثلا میان علامتش رو درست میکنن یا مثلا میشنونن، میدونستی چه قدرتی داره؟ یا مثل پاندا، هر کدومشون به شکلی، هر کدومشون یه نمادیه که استفاده میشه. میدونستی میمون چه قدرتی داره؟ قدرت جهنمی جهانی داره که مثالش مثال امپراتوری است. از مشت تا انگشت فاصله نیست ولی فواصل بسیار است. متوجه میشی؟ مثال امپراتوریه. از مشت تا انگشت فاصله نیست ولی فواصل هست. قصهش چیه؟ ولی اگر بخوره تو چشه چه اتفاقی میفته؟ این انگشت رو تو هر قسمت از بدنت بزن، حتی پایین تنت، پایین تنه، حالا به قول معروف مذکر، پایین تنه بزن، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. حتی خیلی محکمتر بزن، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی چشم تو از کاسه در میاره. بنداز تو چشم، با مشت بزن، مشت چشم کبود میشه، با چشم بنداز چشو در میاره. میدونستی؟ مینداز تو چشو در میاره. برای همین میشه مثال امپراتوریه. از مشت تا انگشت فاصله نیست ولی فواصل هست. میشه مثال امپراتوره. امپراتور اینه که میانه میگن فلان بیسار امپراتور، همونجا مثلا دراز کشیده اونم فلان بیساره. تو اگر میفهمیدی اصلا قصه چه خبر تو زمین، من با یه انگشت تو رو از بادر میارم، با یه انگشت، نه با مشت و لغت. تو میبینی البته این منظوره ها، این که قوی نباشه شخص. یعنی مثلا منظور چیه؟ میخوای بگی من رفتم فلانجا باشگاه بازی، اون یکی بگی من رفتم بیسار، رو اون بگی من چی دارم، اون بگی بیسار دارم، اون یا یه دقیقه تشبیه یه چشته در میاره. یعنی تو با همه سلاح و قدرت و فلان و بیسار، من یهو دست میکنم یه چشته در میاره، یهو دست میزنم یه انگشت یه چشته میکشم بیرون. خیلی ساده. اینقدر باش، اونقدر باش، فلان باش، دست میزنم یه انگشت چشته در میارم. این میگن چی؟ مشت تا انگشت فاصله نیست ولی فواصل هست. فواصلش چیه؟ حالا مشته تو چشم بزن کبود میشه، تو فک بزن خود چی میشه؟ میشکنه. تو دهن بزن، تو دندون بزن، حتی تو پایین تن هم که میزنی باید حالت پنجه‌ای باشه. پایین تن هم که میزنی پنجه‌ای باشه، اینجوری بزنی یارو مثلا خودشو میگیره. ولی یه انگشت چشتو از کاسه در میاره. ولی قصه انگشته خودش چیه؟ انگشته اینجا میخوره، اینجا میخوره، اینجا میخوره، چی نمیشه، اینجا میخوره، چی نمیشه، اینجا میخوره، چی نمیشه. ولی نیازی نیستش که یه انگشت اینجوریت میکنه یه چشته در میاره.
مثال چیه میگم؟ چرا من دارم این حرفو میزنم؟ میخوام بهت بگم قصه سیستم که یک نقطه عطف چی کار میکنه. میگن یه داستانی که توضیح میگیم آقا یه سنگ و یه نادون مینداز تو 4000 تا عاقل نمیتونن در هر کی نشستی تخت وایت بورد برشه، یکی محاسبه مینویسه، یکی برج میسازه. پول داری میخوری یا چی؟ آقا شما دوکون با کردی؟ قصهش آقا قصهش چیه؟ مگه ما دوزی؟ نه آقا پولدار باش، اصلا ثروت داشته باش، ماشین مدل بالا موضوع اونا نی. تو بحث تو نرو تو هپروت. اینجا این سوزنه چیه اینجا برداشتی گذاشتی؟ پول میخوری، پول میچاپی، پول میکنی از این از اون، از سیستم، از کلیت. نه تنها در اینجا، هر جا، اشخاص، مردم، افراد، ارگان، سازمان، هر کدوم دنبال اون که میخوای بگردی میشه چی؟ چالش چیروکی امپراتوری. آقا ما نمیخوایم بیایم دادهبار کنیم بگیم های فلان فلان شده همینجوری چی وای نمیدونم اون اومده فلان کرده. نه، شستشو شده گروه باشی و شستشو شده سیستم باشی و نه میگم اینجا فقط ما این صحبتی که دارم میگم اینجا این چیه؟ مثلا بازی دارید میکنید، اذیت دارید میکنید آخه ما رو. بعد ما باید پاشیم بریم ولش کنیم بالا یه سوزنه نیست، همون سوزنه همون انگشته است. اینجا میشه قصهش چی میشه؟ میشه میمون و اژدها. میمون در بازی تاج و تخت این چه قدرت و قلدری داره که اژدها براندازه، اژدها رو نمیکشه ولی برمیندازتش. داستان اژدها و میمون چیه؟ توضیح داره. یه اژدها رو شما فرض کن دهنش آتیش میزنه، یه اژدها دهنش آتیش میزنه، یه میمون بالا درختی که میگن به میمون بالا درختی اژدها رو میندازه، اژدها رو میندازتش. ولی قصهش چیه؟ باز اونم عمل چارچوب نقطه عطف عکسه. این چارچوب نقطه عطف یعنی چی؟ این چارچوب نقطه عطفیه که چارچوب نقطه عطف پایان اگر ما در نظر بگیریم مشت انگشتی که این تو اون چارچوب نقطه عطف آغاز و پایان رو در نظر بگیریم چارچوب نقطه عطف آغازه. میدونستی؟ اژدها رو پا میندازه نمیکشه. ولی بعد اژدها چقدر قوی شده که مثالی براش بیاریم، یعنی مثال هم خفه میکنه که بگیم اگه نکشتت قوی ترت میکنه. میدونستی قصه چیه؟ اژدها این نمرود که مگس رفت و دماغش پشه سردرد گرفته بود. اژدها قصهش چیه؟ پشه بره، مگس بره، مار بره، مور بره، ملخ بره، نمیدونم چی میگن موریانه بره، هرچی. میگه من از قررش شیر نمیترسم ولی از چیک و چیک موریانه ها با هم دیگر میترسن. قصهش اینه. ولی از موریانه میترسه. قصه موریانه نیست، یه میمونه. موریانه هم نمیتونه اژدها رو پا در بیاره، موریانه هم نمیتونه، شیر نمیتونه، فیل نمیتونه، ببر نمیتونه، هیچ جون جک جونوری نمیتونه در جهان هستی اژدها رو پا در بیاره، یه میمون در میاره. قصهش چیه؟ اژدها رو فرض کن با اون دهن که آتیش میده و فلان و اینا، وقتی بیاد یه دفعه همینجوری فرض کن وقتی میاد داخل شهر یه میمون، چند تا میمون هم اونجا بچرخن یا چند تا شامپانزه، میدونی زه دیگه، اصلا زه تیرکمون شامپانزه خودش، یه چند تا یه اژدهایی بخوابه کف، یه آتیش بکشه، آقا تو هلیکوپتر بلند کن، آقا تو موشک بلند کن، آقا نمیدونم تو تانک بیار وسط شهر. کی تانکت برسه اون پا میشه میره اون ور میشینه دوباره. هلیکوپتر رو دوگو 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 کن، دوگو دوگو تو بردار بیار تا بیای بلند شی، اون پا میشه رو هوا آتیش میزنه اصلا بهت. میدونی؟ نه انسانیه نه آدم با چوبه، تا بیای با چوب و نمیدونم فلان تیرکمونه اسلحت آتیش میزنه، دور تا دور میچرخه آتیش میزنه سرش. میدونی؟ من خب میگم قصه تاج و تخت از نظر به قول من رو بالا تلویحی میشنویم نیا به صورت چارچوب طور.
حالا میمونه شاید اصلا بره چوب پرتش کنه اون بر. ولی اگر بفهمی مثالش قصه چارچوب فکت بهش میگن انگلیسی، فکته، یه چارچوب محکم و ثابتیه از نظر تثابت یا ثابت بودن چارچوب. یه میمون یا شامپانزه نه آدم میتونه، نه پلنگ میتونه، نه یوز پلنگ میتونه، نه چون اون پا میشه گلیچو میگیره، اون پوست گلفته. یه میمون، یه شامپانزه از این اژدهای میگیره میره بالا، میتونه دم کلهش رو دست میندازه تو چش کور میکنه، اژدها پا میفته. هیچ موجودی در جهان نیست به عنوان مثالی که بخوای بشنوی یا یک ضرب المثل به قول معروف، موضوعی که در چارچوب جاده ما، جاده مثال تاج و تخت برمیداریم میاریم، کاربردش در تاج و تخت. یه میمون فقط اژدها رو پا در جهان هستی میندازه، در جهان هستی. این چه قلدریه؟ چی میخوای سری اژدها میخواد سفینه بیاد یا چی بیاد؟ میفهمی؟ ما میخوایم بگیم یعنی چی که از اون برم نقطه عطف روبرو پایان داریم، نقطه عطف آغاز داریم، یعنی چارچوب نقطه عطف آغاز، چارچوب نقطه عطف پایان. یه اژدها نشسته کف، همه مردم نگاه، ما سنگ میخوای بزنی، چوب میخوای بزنی، یه میمون میگیره میره بالا، یه دونه انگشت میکنه تو چشش. این میشه قصه مثال امپراتوری. از مشت تا انگشت فاصله نیست ولی فواصل هست. ولی قصهش یه دونه نقطه سوزن میذاره اونجا، قصهش همون سنگ، ولی همه مثال ایجاده ایش که حالیش نمیشه قصهش چیه. یه دونه سنگ میندازن، یه سنگ رو میندازن تو چه، 1000 تا عاقل نمیتونن درش بیارن، 1000 تا عاقل نمیتونن درش بیارن. میدونی؟ یکی از دلایل موضوعات دیگه خر شیشتانگی که ممکنه، خر شیشتان اینجا شیشتانگه، فوری میره چی میتونه با اژدها دوست میشه، خر شیشتان با اژدها دوست میشه. قصه ای که حالا موضوعاتی که داره، ولی سیستم خر شیشتانگه، نه اینکه کسی خره، سیستم خر شیشتانگ، میگن خر یه دانگ، خر دو دانگ، اصلا شیشتانگه ها میگن شیشتانگ، شیشتانگیه میگن شیشتانگ میگن. ولی قصهش مربوط مثلا حالا در جاهای دیگه علامت‌های دیگه از میمون، حالا اون شخص میمونه، میمون نی، ولی سیستمی که بنده دارم امروز توضیح میدم چیه؟ اگر ما نتونیم تعامل کنیم سیستم امروز، نباید فکر کنی برج ساختی یا ساختمون ساختی افتخار کنی بشر چی رفته جلو، نه ابله، نه نادانی که میشنوی، در هر سمت هستی، در هر قشر مردمیت هستی، در هر جا کسی این شکلی نیست. جنگل و وردار دست و پا بده بیار بالا، از اینجا بهتر عمل یه کاری میکنه، یه دوتا سنگی ور میداره میذاره، دوتا صحبت هم با اون میکنه، تعامل میکنه، این اینجا میمون اونجا یه چیزی ور میداره میبره بالا، دوتا سنگ و تناب میندازن فلان میکنن میکشه یه چیز میره بالا، یواش یواش یه چیزی یه جایی درست میشه. میدونی یواش یواش یه چیزی درست میشه، یه جایی درست، یا مثلا چادره، میفهمی؟ اینه که مثلا میبینی یه میمون لغت میزنه موتورسیکلت، ولی قصه میمون باز فرق میکنه، تو همون میمون رو لباس آدمیت بهش بدی بیاد داخل، به عنوان سیستم موجود هوشمند میبره بالا. مثل دلفین میگن هوشش 200 برابر انسانه، 200 برابر هوش داره، میبکش بالا چی میشه؟ اینه که تو فکر میکنی وای ما اشرفم، کی گفته تو اشرف مخلوقاتی با این نادانی هایی که ما کردیم و کرده شده داخل سیستم زمین کو؟ همه اونا رو برداری بیاری وای چه بلبل میشن همشون. کی میگه لباس انسانیت و آدمیت؟ چرا میگن نه همین لباس زیباست؟ قصهش همینه عزیز دلم، جریان و داستانش همینه، مجرا و مسئله که به وجود میاد همین. آقا شهری که هستش، حالا بیا شما پیشرفته نباش از نظر روحی شادابی، شما مثلا میری توی دهاتی توی جایی، یعنی چجوری رفتار میکنن، مثلا یه خوشی و یه تراوتی داره وجودشون. بعد کشاورزان چی اون حیوان ما مثلا اون حیوان میشه، اونایی که تو شهر میشه آدم چه ربطی داره؟ میفهمی یا نمیفهمی؟
این میشه میگن غلط هایی که یه عده رو حساب بهانه های مختلف و بازیگری های مختلف میکنن. اینجا چالش جنگ چیروکی امپراتوری میاد وسط. از مشت انگوش واصله نیست ولی فواصل هست. ولی انگشت رو به بدن بزن، به هر جا بزن و محکم بزنی آسیب هم میخوره. ولی یهو چشتو در میاره. یهو هم نیست اتفاقا، چشتو در میاره، یهو نداره. کلا قدرت انگشت چش. این اون صمد آقا هیچ کس نمیتونه انگشت بزنه. قصهش این مشت انگشت فاصله نیست ولی فواصل زیاد. از مشت انگشت فواصل نیست ولی فواصل بسیار است. یعنی در بعضی جاها که میگه آقا من زندگی ندارم، نه این موضوع ندارم، من اینجا اشکالی که هستش هی آسیب میزنن به ما. میگن چی؟ آقا ای ما میریم ای میام، ای میریم ای میام. آقا چرا این کارت ما رو نمیدن؟ آقا چرا این برگه ما رو نمیدن؟ آقا چرا این ورق ما رو نمیدن؟ آقا چرا اون چیز منو نمیدن؟ آقا چرا به قول معروف این قلب من گرفت یه امضای منو نمیدن؟ آقا این چرا خدا وکیلی 100 تومن میدم این پول ما رو نمیدن؟ متوجه میشی؟ میشه جنگ چی به چی چی، کی به کی چی، کی به کی کی، چی به چی چی. اینه که هر چیزی در زمین به عنوان مثالی که ساخته میشه در سیستم زمین، مثلا موجودات دیگه هستن. این رو فرم ترینشون کدومه؟ پلنگ. خیلی رو فرم. چیتا چیه قصهش؟ چیتا همیشه در استرسه ولی سریع میره. ببر میگن چی؟ ببر خسته است. شیر چی؟ شیر سر و کله میزنه. سر و کله میزنه. سر و کله میزنه. یعنی شیر سر و کله میزنه. میشه مثل ماتریکسی که میگی براتون یه شوالیه سیاه، شوالیه سفید، بعدش شوالیه میگن شبهه. حالت شبه عمل میکنه، برای همین بهش میگن نمایشنامه. ولی این میشه ماتریکس که دور تا دور تو وقتی نگاه میکنه یعنی کد یعنی چی؟ و بدون که بفهمین خیلی چیز ساده، فیلم بازی نیست، جو کارت بازی داره. ها دنیا داره هر که کارت بازی کنی که بلو. یعنی افرادی در جامعه هستن زحمات هم کشیدن، خیلی جا کارهای هم انجام شده، ولی یه سری کارا نگاه میکنیم اینا این کارا مال چیه؟ فقط سواله. این میشه آزادی بیان. وگرنه اونی که یه عده بخوان بدن علل خصوص در کشورهای غربی کلاهبرداریش قانونیه، میشه آزادی خران، نه آزادی بیان. نه تنها اینجا، هر جای دیگه یه آزادی خران، نه آزادی بیان. چه آزادی بیان به این شکله. این وگرنه که به قول شعر حافظ ما دوباره بگیم، این همه شعبده خویش که میکرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیضا میکرد. سامری پیش عصا و ید بیضا میکرد که بعد میفهمیم بالا و زیر و زبر، بالا و پایین، بالا هست پایین هست، موضوعاتی که به شکل‌های مختلف میره جلو. در زمین رو میتونی بشناسی، آسمان ها هستن، نمیدونم اون وسط کهکشان و ستاره ها هست. قصه کهکشان و ستاره چیه؟ سیستم خر ششتانگ به چه صورت جایگاه شیطانه؟ ولی شیطان نی. میگه ولی میفهمی بیا چیز بردارم بهت بدم. نمیفهمه اگه متوجه میشی بشنو. اونجا فرمان روا واسطه.
وگرنه اگه میفهمیدید که اصلا کلا مسیر میرفت جلو. ما به کسی چیکار داری؟ سیستم فرمانروا این کار نمیکنه، عملیات فتنه‌گری هم انجام میده. قصهش چیه؟ میبره با شیطان شما رو به آرزوهای دور و دراز میبره. قضیه هیتلر، دروغ هرچی بزرگتر باورش راحت‌تر. حالا تو بگو اصلا راسته 10 میلیارد سال نوری این ورتا مرد فلان فلان شده. این وضعیت زمین، این اقتصادی که راه انداختی، اونجا جنگ، اینجا جنده، اینجا فلانه، اینجا 5، اینجا 6، اینجا 7، اینجا آفتاب بالانسه. 10 میلیارد سال نوری هم اون ورتا کجا بود؟ بعد چقدر باجت پشت پرده دارکته؟ دارک باجت چقدر دارک باجت داری؟ بالای 60-70 تریلیون فقط بده خارجی تونه اون وقت. ولی قصهش چیه؟ خب همون شاه هم میگفت، صحبتایی داشت اون هم میگفت بسیاری از رفتارهایی که شما میکنید اینجا یه عده خوب نمیکنن نیکه، ولی شما این هم پولای به قول معروف گنده گنده ندارید نیست. ولی سیستم چیه وقتی میشناسیم؟ سیستم به این صورته که به سر وقتش که میشه خانمان سوزه. ولی قصهش چیه؟ نه اینکه همینجوری باشه بگه خب اینجا ما بیایم بررسی کنیم درستش کنیم، نه، سر یه موضوع ساده میاد طراحی میکنه ماشین بازی ها رو. ولی طراحی در بعضی موارد نیست، سیستمه. اینه که جایگاه شیطان درست شده، تولید شده. میفهمی تولید شده یعنی چی؟ یعنی افراد و شخصی که نشستن و میبرن جلو قوی نیستن اصلا قصه. میفهمی چیه؟ آسیب هایی که ما در نادانی و جهل چون به سر میبریم اون وسط گودال کنده میشه. وگرنه اونا نشسته میگن خب همین درست رفتار کنی، در بس بسیاری ما گودال بسته میشه. ولی در قصه های دیگه که ما میشناسیم و میگیم مشکل وجود داره. ولی همیشه فرمانروا که سر جاش نشسته که ها، ولی در بسیاری از موارد دیگه مشکل وجود داره. اون میشه قصهش زیر و زبر، یعنی زیر ساخت و زیر سازی که انجام شده به شکلهایی در موضوعاتی که میره جلو اشکالات وجود داشته و هست. و اما صحبت‌های دیگه‌ای که ما به صورت ماتریکسی یا همون نقطه‌ای میشنونن ماشین بازیش به شکلهایی داره، به قول من میگیم موجود هوشمند. ما در سیستم ماشین نیستیم که، مشکل هم هست، اشتباه هم هست، خطا هم اصلا به وجود میاد، بالاتر از خطاش هم هست. ولی اونجا یه سری تو موضوعاتی که چی به چی، کی و کی به کی چی گرداب درست کردن. هر چی میگه چی میگه. این ماتریکس میگه آقا من چرت و پرت بازی نمیکنم یا بازی با کلمات و جملات نمیکنم. متوجه میشی؟ بنده بر من سوال وجود اینجا مشکل نیستش، نیست سوال ها. این چرا مشکله؟ نه بازی روحی روانی یا بازیگری های دیگه. در بعضی موارد هم حالا سوال نیستش که حالا همینجوری اصلا هست. یه قصه هایی داره، یه قصه هایی داره همینجوری. این همه داد و هار و هواری که مثلا در جا حالا مشکلات بازم ها، ولی مثلا میگم به صورت نرمتر، حالا شاید مثلا بگه به قول معروف عزاداری هایی که میکنید فلان و بیسار و داد و هواری که میشنویم با شهر به اندازه کافی خودش شلوغ هست. اینا همیشه حالا موضوعاتی که شما میشناسید یا میبینید و جالب نیستش نی که من اینا رو توضیح هم دادم که در خود کتاب میاد دادا رو دور چی را انداختید مثلا اینجوری. نه به شکلهایی میشه بشنوید افرادی که بودن چه اشخاص. من همیشه اینو سوال میکنم چه جور اشخاصی بودن، چه جوری بودن، منظورش چی بود؟ آقا رفته جنگیده
برای خدا جنگیده. خب برای خدا جنگیده که خدا رو بشنونه دیگه، درسته؟ یه سری چیزهایی که آوردید اشتباه نیست، گناه بازیه، گناهه. دادا رو دور راه انداختی. یعنی پا میشه میره توی به قول معروف این عزاداریا میاد بیرون میگن چجور بود، خوب بود بد نبود، لامصب مداح یه جور داد میزد انگاری ما مقصر بود. حالا قصه داد و بیدادهای دیگه ای که هر سال راه میده و خرج هایی که انجام میشه، آن چیز که در راه غیر از خدا نظم میشود، نگیرید و نخورید، مردگان را صدا بزنید، آیا جواب شما رو میدهند؟ درسته یا نه؟ درسته؟ در راه ای مؤمنان من، در راه غیر از خدا نظم نکنید و آن چیز که در راه غیر از خدا نظم میشود نگیرید و نخورید، مردگان را صدا بزنید، آیا جواب شما رو میدهند؟ ولی در اونا مردن، خدا میگه شهیدان زنده هستن. آره بابا شهیدان زنده هستن بابا، ما چرا به جنگیم؟ جنگیه مثلا مگه؟ جنگ سر بابا یه زندگی لقمه نفس ساده را میریم نفس بکشیم. ببخشین اونا نفس بابا موجودی. ببخشین مشتتون خورد تو صورتم درد گرفت مشتتون. آقا نفس بکشین. این شده قصه و مشکل داستانی که شما نمیشنوید. داره به تو اونجا میگه از جمله عیسی و بقیه مردگانشان. عیسی اعزار میشه، عیسی مرده است؟ تو کتاب داره میگه عیسی مرده میشود؟ آیا نه؟ هم عیسی و بقیه شونو برمیداریم میاریم، از آنها سوال میکنیم این مردم اینها بودن شما رو میبرز، آنها خود هزار تنفر و بیزاری و بیخبری میکنن از پرستگان، اونا رو به خدا میگن پروردگار ما را از زمره گناهکاران قرار مده. عیسی مرده میشه؟ نه زنده است دیگه، اونجا اظهار میشه. چیشو میگی؟ چه ربطی داره برادر؟ چه ربطی داره خواهر؟ چه ربطی داره اصل من؟ چیشو میگی شما؟ مرده است اظهار میشه، عیسی و بقیه مردگان، عیسی مرده میشه و بقیه مردگانشون هم اونجا میان، مردگان مرده میشه؟ خب زنده است دیگه، اونجا اومده و مرده بوده چی بوده؟ ولی درست اینجا اینه میگن تریک، یه حرف میزنی بعد از اون ور میشه چی؟ مردگان را مرده نپندارید زنده هستند نزد پروردگار روزی میگن. آقا اینجا ببین، این میشه ببین اینا میگن مردگان. آقا اینجا تریک میزنی، این میشه چی؟ شیاف، این میشه سوزن، این میشه انگوش کردن. این آقا ببین اینه که قرآن میگه یه ده از آنها مرض در دل میپرورانن. میشه بازی کردن با همین قصه که میشه جنگ چروکی. میگه آقا چی به چی، کی به کی چی. این حرفی که شما میزنی بازی با کلمات و جملاته، یا داری بازی در میاری شما. چون متوجه میشی به حرف بنده چی هست یا نه؟ خدا میگه شهیدان زنده هستن، اونا رفتن جنگیدن، تو مرده؟ یه بار بزنیم تو. آقا کسی نگفته مرده بابا، حرف تو دهن ما نذار. کی اصلا گفته آقا مرده بوده یا زنده بوده یا چی بوده؟ ما مرده زنده چی کار داشتیم اصلا؟ ما عیسی و بقیه مردگانشان را اظهار میکنیم و از تمامیت آنها سوال میپرسیم. این مردم اینها بودن شما رو میپرستیدن، آنها خود هزار تنفر و بیزاری و بیخبری میکنند از پرستن. ما خبر نداشتیم، چرا دروغ میگویید؟ مردم جمع میشوند میگویند ای پروردگار ما اینها بودن ما را از راه به در میکردن، که اگر ما مهلت داشتیم دوباره شروع میکردیم به راه عمل خیر و نیک انجام میدادیم و خدا را پرستش میکردیم. همون اونا میگن چطور بعد از این که یکی اومد به شما توضیح داد بازم هنوز فحش میداد یا توهین میکردی؟ خب چرا به راه باز نگشتی بعدش؟ و میرفتی دیگه.
به ما چه ربطی داره؟ میشه شیطان. قصهشو میخوام بهت بگم. شیطان خوشو مبراسازی ما میندازه تو دردسر، خرشش دو این کارو نمیکنه. سیستم ها. شخصی که بالا نشسته میشه شوالیه توسی مشکی. شاه چی بود؟ شوالی مشکی بود. فرمان بردا قوی تره. شوالی توسی مشکی قویه. شوالی توسی مشکی. شاه شوالیه نی. میدونستی؟ شاه شوالیه نی. آلی شاه یه شاهنشاه یه شوالی فابریک هستن. شوالیه هست. شوالی فابریکه. شوالی فابریک تر میدونی چی؟ اصل شوالیه قلدری که میشه قدرتمندی که میشنه شوالی سیاهه که امپراتوره. شوالی سفیدم فرمان رواه. شوالیه قهوه‌ای توسی هم ارباب سلطان شاهه. یه درجه از فرمان بردار قوی تر ارباب سلطان شاه. چرا؟ چون فرمان بردار پر میکنه ارباب سلطان شاه میشه، پایین سلطان شاه میشه. سیستم و قدرتش از نظر نظامی، از نظر مانور، از نظر مسائل دیگه، از نظر پیشبرد، از نظر جا انداختگی، کسی که مثل کره شمالی چیه؟ سلطان شاهه. ولی ارباب سلطان شاه پر نمیکنه. قصه سلطان شاه چیه؟ سلطان شاه این کارتون شیر و شاه بود. شیر و شاه. سه ارباب سلطان شاه چیه؟ ارباب سلطان شاه رو اون اطراف حمایت میکنن، با اون جلو هم مذاکره میکنه. سلطان شاه میره با روبرو یه سری مذاکرات، من اینجا رو نمیزنم، اینجا رو فلان نمیکنم، شما با ما را بیا. ولی دیگه حالا اطرافم نیست، سعی میکنه با اون اطراف اصلا نشنوم نیست، بشنوم باشه. این میشنوم ولی قابلیت تبدیل بهش میدن، قابلیت مانور بهش میدن. میشه داستان هایی که ما صحبت میکنیم بر اساس اول میطلبم بر اساس اینکه اصلا حالا نیازی نیست اینا رو گوش کن، اینا رو بهش این حرفای کلیشه‌ای. یه سری صحبت هاست میگه صحبت لشکره. مثلا شاه شنیدین دیگه، میگن قوشونه. مثلا شاه قوشون کشی میکنه، مثلا قوشون داره، قوشون شاه اومده. امپراتور گردان داره، گردان ویژه مخصوص امپراتوری است، مال امپراتوره. ولی بقیه حق ندارن لشکر خصوصی داشته باشن، ولی امپراتور داره. امپراتور لشکر خصوصی داره. لشکر مال گردان مربوط با خود امپراتور هستن. گردان اصلا کلا موضوع نداره نی. ولی فرمان بردار نیست. مثلا شاهنشاه ارتشه. اینا مثلا چیزایی که میگن ماتریکسی. اینا سیستم ها و اشاره های ماتریکسیه که ما بهش توضیح میدیم. بعد اون موقع ما نگاه میکنیم یعنی اصلا نیازی نیستش در میگه خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است. نیازی نیستش بشینی جایی نشان انگار یه صفحه نمایش جلوتون باز میشه، میگه خب اینجا اینه، اینجا اونه، اون با اونه دیگه. درست. این یکی اینجاست، این یکی اینجاست، این با اونه دیگه. درست. اینجا سیستم بر این اساسه. خب این میشه این. ولی قصهش چی؟ دارک بب این دارک زیره. ولی حالا میگن دارک وایف. بله چیزای دیگه هم هست، اونا رو کار نداریم. در اصل میشه بگیم دارک هم نی، دیپ وب. دیپ وب سیستم زمین و روزگار. آیا سیستم؟ خب سیستم بله سیستم ها. سیستم طبیعت میگن چی؟ اکوسیستم. سیستم وجود داره. ولی در سیستمی که امروز اوورده شده جلو، قصهش چه میگن؟ نظم نوین جهانی بر اساس گند و کثافت هایی که اووردن بالا، نظمی که تولید شده سیستم بشریته که یه جهنم تولید کرده. همه تو هم دیگه گرفتار شدن، یعنی گیر افتادن همه. این میشه نظم نوین جهانی. کم مانده بود از فتنه ها و گناهانی که آنها میکردن کو از پا بریزد. قصه اینه. نه این کتاب را نفرستونی یعنی آقا تو به کتاب چی کار داری؟ حتی اگه میشنوی خدا میگه این کتابو نه اینکه نخو بخون، تو به کتاب چی کار داری؟ ولی من این کتابو ندادم تو درد سربازی بشه، که دادم بفهمی دیگه، که متوجه بشی و بدونی قصه هاش به چه صورت هستش.
ماشین بازی در سیستم به چه صورتیه؟ به این شکله که ماجراهایی که به وجود میاد به این شکل اذیت و آزارهایی رو تولید میکنه. برای همینه میگن در بعضی موارد دیگه دنیا رو با یه دید دیگه نگاه کن. دنیا رو با یه دید دیگه نگاه کردن فرق میکنه به اون چیزی که واقعیه. مثلا میگه ما میتونیم ببینیم چقدر زیباست، نسیم میآید، با اینا هم ولی یه چیزایی حقیقت بسته به اون سلیقت نی. چیز چارچوبه، نقطه عطف روزو قصه نداریم. اینجا مشکل اینه، هست یا نیست آقا. اینجا منظور اینه، هست یا نیست آقا. اینجا مشق اینه، هست یا نیست آقا. بعد میگی اونا بوده چند ساله؟ 100 ساله، 200 ساله، 300 ساله، 800 900 ساله همینجوری فتنه داره خورده میشه رو فتنه. فتنه رو فتنه میزنه میره جلو سیستم. فتنه رو فتنه میزنه میره جلو سیستم تا اومده به کجا کشیده شده. فتنه به فتنه میره جلو. 800 900 ساله، 800 900 ساله یه قل دقل بازی میکنن. یه قل دقل 7 سنگ بازی میکنن آقا. 800 900 سال قبل‌ترش هم همینطور یه قل دقل و 7 سنگ بازی میکردن. این سیستم این تیپه بعد همون دوارک میشه دیگه. دوارک دیگه اصلا کلن. تو عزیزان لطف کنید همه داخل جهنم بشینید داخل جاکوزی. میخوایم دود کنیم نفسمون و زندگیمون و اعصابمون و روحمون. یعنی چی؟ کی بکی چی بکی چی. اینه که بسیاری از موارد میگفتن آقا منبر یا در اصل سیستم حالت منبر داره همینجوری حرف میزنه. شیطان حالا در هر کجا به شکل‌های مختلف بوق میزنه. مگر وقتش که بشه یک عده میگن شیطان میگه شاخ و دم داره. مثلا چجوری میگه فرار کنی؟ چرا فرار کنی؟ من شیطان اومدم بخورم تو دیگه. اینجوریه؟ چجوری میشه اینجوری میاد؟ پس همون به قول شعر حافظ قول بیابان نفریبد به سراغ. قول بیابان نفریبد به سراغ. نکته ها بس بسیار است عاقل نکته دان کجاست؟ عاقل نکته دان کجاست؟ میگن می نگاه میکنی میبینی در جاده ها و جاهای مختلف چه آسیب های روحی روانی در طی سال یا مثلا 100 ساله 200 ساله. بعد حالا ببین چه گنگی و گمراهی به وجود آوردن. خود ایرانی هایی که میبینی وقتی میشنوی اسم کشور چیه میگن what's your religion مثلا میگم where are you from I am Iranian. ایرانیانی خب ایرانیان مثلا پارس بوده کشور. ولی وقتش که میشه یارو میاد سوال میکنه من مثلا تو میگی I'm Persian. Where are you from? I'm Persian. I'm Persian sir. Persian فوری بهشون به یه سریاشون بر میخورد. یه سری جاسون بر میخوره. Persian it's for 2500 years ago. Persia. یعنی اینجاست که یه سری ها بدشون میاد. پارس برای همین سگ پارس میکنه. پاسبونه دیگه. پاسبون کجاست؟ پا میشه میره داخل دخمه. دخمه میدونی کجاست؟ دخمه
اینجاست که بهش میگن بازیچه شدن و فراموش کردیم حتی کی هستیم هم میگه اسم کشون نقطه است، عوضش کرد. باجشو کی داده بوده بگذاریم، اونشو که چی بگیم، اینجا میشه چی؟ کی به کی چی؟ چی به چی چی؟ کی به کی کجا؟ میشه چیروکی امپراتوری، کشور پارسه ولی سگ پارسه، پارس سگ است. میفهمی؟ قصه موضوعات دیگه هم بدونی که بفهمی چجوری رفته تو پاچه تو داری میگی هر روز باش سر کل خبره تو دنیا پروتی. What's your religion؟ I am Muslim. آقا این اون چی میفهمه؟ اینجا بود نقطه است، نقطه شیافی فرمان رواه که زده در است به شکل مختلف، کلشون زده این نقطه تو دهن همه، نه یه نفر دو نفر و یه سیستم. I am Muslim. مسلم چی میشه؟ یا من خارجی مگه من به تو بگم هلو هاواریو؟ آه سلام، تازه این که هیچی، چطوری؟ و اینکه چه خبر دیگه، چجوری بهت بگم؟ درم من فرار کنیم، دوز بازاره. سلام، بعدیشم بگم خودتو صفر نگه تو، چطوری؟ فکر من بلد نیستم از خودت دوی اسپیک؟ ها خود دوی اسپیک؟ کی به کی مثلا کی به کی چی به کی چی ها؟ دوی اسپیک؟ درسته؟ دین یعنی چی؟ تو حالیت نیست داری شما با اون میگه اونم میگه فلان، این یارو با همینو میگه اما خره تروره نمیدونم فلانه، میخواد بکوبه میخواد بشکنه، معلوم نیست چیه که همون قصه چی کی بگی چی بگی چی کی بگی چی کی بگی کجا کی کجا کی من کیم اینجا کجاست ما کیم اینجا کجاست چه خبره دنیا هیچ. Where are you from? What's your religion? I'm Muslim. چون صلابتم میگن همه هر روز I am Muslim. موزی همون موزی دیگه با دین چی میشه؟ این راه و روش زندگیت. مسلم که یک کلمه عربی فارسیه که اصلا اکسنت گذاشتی روش، خیلی لطف کردی اکسنت انگلیسی گذاشتی، جوکن همه که برای اینه میگه اکثر آنها گناهکار و کافرن، اندکی از آنها که چی؟ اندکی از آنها که لخ میشون، اندکی از آنها که نمیدونم غذا پرت میکنن، اندکی از آنها که میرن مثلا کمک میکنن، کمک ها بله همش ها، اندکی از آنها که میاندیشند. نقطه. Where you from? Where you from? What's your religion? I'm Muslim. مسلم چی؟ مزلمم مزلمی ها، موزیلم میدی ها. همینه همه شدن، همه تو جهان هستی هر کی شاه و وزیری در اومده، همه شاه و وزیر همه خودشون نظر میدن. بابا اول بفهم چی میگیم، ما با هم دیگه صحبت میکنیم، نه اینکه بری بگی اینجا حواستان باشد بگوید درود. تو که خیلی بابا بالایی، درود بگویید. این واسه درود و سلام مشکل بوده، حالا سلام موضوع نداره، سلام سلامتی داخل فارسی هم، ولی مسلمی که تو اونجا میگه اگه بفهمی چی، این یه تریکه، بدون که بفهمی فرمان روا زدتت، فتنه و دسیسه فرمان رواییه، فتنه و دسیسه است، میدونستی؟ فرمان روا کارش در حالت ساده ترین حالت اون که باش تو حوزه هیله میکنه، هیله‌گریه، هیله بازی، کل زمین رو زده. بری فرام مسلم کی؟ I am surrender. Oh nice. I am surrender for alone God. و تنها خدا یکتا، ما خدا رو میشنویم. I just hear the God who created us, creator. I pray for a I pray for a creator. من creator pray میکنم. I just bring up on my hands
and I pray for myself, and everything if I want it, I talk to my God. I'm surrender for Him. I surrender for alone God. من تسلیم خدا یکتا هستم. توضیح میدی این راه و مسیرت چیه؟ مسیر در زندگی چیه؟ اون فرقان کتاب قانون کتاب هدایت خوندی، نقشه گنج مگه صوت مثل تو فرض کن. یه مثال ساده دیگه برات بزنم. تو موقع پاشی بری گنج پیدا کنی، مثلا اون گنج رو با صوت میخونی، اونجا یه تخت سنگ است، این تخت سنگه که اونجاست، بغلش حواست باشه یه درخت هم هست. آقا اونجا یه موقع کارایی نکنی ها، حواست باشه اون پایین ترش میکنی یه خمره یه تنها ها. ما دنبال گنج بگردی، چجوری گنج رو پیدا میکنی؟ میری اونجا گنجه بود، گنج نقشه. آقا این کتاب هدایت، کتاب قرائت نیست. یعنی همین 30 جز از قرآن حفظیاته. خوب نیستش؟ نه خوبه، ولی کتاب هدایت، نه کتاب قرائت. حالا تو برو بگو اینجا در عوض گفته است و کسی که خونده این میشه باز قصه میمونه. مثال میمون دست و پا داره ولی دلیل نداره تو بری میمونو بگیری تیکه تیکه. آقا تو هم دست داری، پای داری، خیلی فهم و شعورت هم بالاتره، چرا ساختمون مثلا چرا ماشین نمیسازی؟ بیا اینجا ماشین بسازی. این میشه چی؟ این میشه احمق بازی تو، نه میمونه مشکل نداره، تو مشکل داری. اون میمونه اضافی میمون، ولی در مثالی که همون میمون داره، میمون اژدها براندازیه برای خودش تو دنیای خودش و مسیر خودش. تو رفتی فضولی کردی توی دنیا و زندگی، ولی قصه نداره. اینه که میگن کتاب هدایت است، نه قرائت. برای اینه میگی یه مثال هایی هستن تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزها. چی به کی به چی؟ چی به کی به چی؟ مردم نگوین چیزها. میگه چی؟ هر چیزی یک سیستمی که هستش، نقشه قالیه. نقشه اگر زندگی رو ما قالی در نظر بگیریم، نقشه را خوب ببین، قالی را بافتی، نکند آخر کار قالی زندگیت رو نخرند. خب این یعنی چی؟ نقشه رو بهش میگن چی؟ بردار. سران، نه سران بالای دار. یعنی گفتان یار که زوگش سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو بدم. اسراری که دنبالشی حالا میخوام بهت ماتریکس رو توضیح بدم، یه اینجوری برقی بپری. کارتون پانداه بود، تو از هر چیزی میتونی یاد بگیری. اونجا یه تومار باز میکنه، تومار اژدها. این دیگه میخواستم سیستم اژدها رو توضیح بدیم که چی؟ یکی مثلا یه سری صحبت ها ما توضیح میده، کی بگه چی بعد امپراتور. بعد اون شاکی شده، چه فلان هوار داد فلانه. من این حرفا حالا من کلی کاراته بلدم، تو یه پاندای درب و داغون فلانه بیسو، این چیه؟ تو رو من گرفتم. چی داره توش؟ there is no secret Grace. there is no secret Grace. وقتی بازشگر گفت عدمه، کسی نیست، چون که این پرده بر افتاد، اینو میگن ماتریکس. نه تو مانی و نه من. there is no secret Grace. سیکرتی در کار نیست، ولی یه چیزایی نه که نیست.
عدم میفهمی یعنی چی؟ عدم منظور، عدم موضوع، عدم مسائل، نه جنجال و کلیش و علکی حرف زدن. میفهمی؟ اینه که تو کتاب میگه وقتش که میشه بخوانید و یه فکری هم روش بکنید. ما توضیحاتی هم دادیم به شما، یه حرفایی هم گفتیم به شما. آیا میخواد به گناهان پیشین خود بازگردید؟ پیشین و پیشینیان خود، به گناهان پیشینیان خود، پیشینیان خود، به گناهان پیشینیان. میخواید به گناهان پیشینیان خود بازگردید؟ میدونستی قصه موضوعات یعنی چی؟ چی به چی کی بگه چی؟ یعنی همین. وقتش که میشه یه دفعه این برق ممکنه بپری ها. میگم خب اینا میشنم میتونه آدم فکر کنی اولاغ همینه. فکر کنی واقعا نادان، ناشی، آدم بیشعور که زجر کشی میکنی، آزار میکنی، اذیت میکنی، یه سری جا میتونی فکر کنی. برو بابا شورت و شورت بازیت هم بکن. چی ازم به اونا کار داره؟ او هر گندی هم میزنی نمیزنی که احمق بازی هست، ناشی هست، نادون بازی هم حتی ها. همه اینا ها. ولی وقتش که میشه، وقتی از خواب بیدار میشه، میگم بابا ماتریکس، از خواب بیدار شو. از خواب بیدار میشه ای آفرین، بینگو، there is no secret Greece. سیکرتی وجود نداره. اینه بهش میگن امپراتور. میاد میگه واقفیت و آگاهیت فرمان رو با معلم هست. فهمی؟ معلم هست. بگذاریم از مسائل معنویت دیگه ای که در جهان همه چیز موضوعات وجود داره. بریزون سیکره، یعنی همه همینجوری داریم با هم دیگه سر و کله میزنن، همه فلان میکنن، ولی خبر ندارن که یه چیز کوچیکه، یه سنگ با این آدم میندازه تو 4000 تا عقل نمیتونه. ببین قصهش اینه. میشه خب بیدار بشیم، یعنی همه خب بیدار میشیم. جالب نیستش نی؟ ولی نه اینکه جالب نیستش نی، مشکل ها. مشکل میفهمی یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزا هم سیکرت گریس نیست، ولی سیکرت گریسش کردی. نقطه موضوع رو برداشتن جابجا کردن، الکی بر خود همینجوری یه نقشی کشیدی. آقا نمیشه اون. اینه که در سر وقتش هم موضوعات نیستش نیست. در سر وقتش هم باید پاسخ بدی هم هست. ناشی بازی هم نمیشه نیست. آسیب بازی هم نمیشه نیست، هست. اون بیرون آزار اذیت هم هست. رفتارهای ناشایست و ناگوار. الان تو یه سری هم موضوعات ما نمیدونیم دزده پلیسه یا پلیس دزده. مهم اینه که سر همه میگن دزد و پلیس. حالا تو بگو پلیس و دزد. خیلی هم عالی. خب صحبت های دیگه هم هستش نی که بشنویم؟ تا صحبت های دیگر، خدا بینا و شنوا باشد، بشنود و یاری دهد ما را. صلابت و قدرت وجود خودش و صلاح دید. صلاح دیدی که در مسیر ما بشنود و کارساز بشود. امری، عرضی، طولی، هرچی هست بگذارید. خیلی هم عالی. روزگارتون